دنی کارواخال، سانتر عالی لوکا مودریچ، گل دوم. چی داریم میبینیم؟ بلینگام آیا این بار هم شادی همیشگیش؟ بله، بالهاش رو باز میکنه در المپیک بارسلونا. رئال مادرید 2 بارسلونا 1. چه بلایی سر بارسلونا آورد بلینگام، ستاره محبوب و جوون و دوست داشتنی رئال مادرید. به این شکل خوشحالی خودش رو به هواداران بارسلونا نشون میده. از زوایای مختلف میبینیم باور نشدنیه اتفاقی که افتاد. بارسایی که 1-0 جلو بود تا حوالی دقیقه 60 2 بار دروازه‌اش رو باز کرد بلینگام تا 2-1 ببازه. این اولین شکست این فصل بارسلونای ژاویه. با تک ضربه توپو از بین پاهای ترشتگن به گل تبدیل کرد. داورم آفساید نگرفت. قدر این توپ رو دونست. هنوز دارن هواداری بارسا تشویق میکنن. صدای بارسا بارسا تو المپیک بارسلونا شنیده میشه. چه لایی بدی خورد ترشتگن و آنجلوتی که خوشحالی میکنه با کادر خودش.